وکیلان مردمی پارلمانت اوکراین پیشنهاد کردند که فحشا و یا پورنوگرافیا از قانون جنایی این کشور خارج شود. طبق قانونی که اوکراین در سال 2001 قبول کرده است، فحشا منع بوده، مسئولان این عمل جریمه و یا تا 3 سال از آزادی محروم می شوند. شهروندان ما برای یک عکس عریان مرد یا زن در تلفنشان زندانی می شوند. حتی برای عکس عضو عائله همین حالو حبس می کنند. در پیشنویس قانون نو فحشا تنها در حالت مجازات می شود که بدون رضایت باشد. در این لایحه فحشای کودکان، فحشای خشونتبار و تقلبی مورد تعقیب قانونی باقی خواهد ماند. مؤلفان بر این نظرند که قانون کهنه زمینه فساد برای افسران پلیس را فراهم آورده است. قانون فعلی امکان رشوه‌ستانی پلیس را بیشتر می کند. اکثرا از متهم‌ها سوء استفاده و فحشا طلب می کنند. سال گذشته در اوکراین 1200 نفر با فحشا عیبدار دانسته شدند. به عقیده وکیلان مردمی، افسران حفظ حقوق و ترتیبات باید در فکر جلوگیری از تهدید به نظم و ثبات باشند. افسری را که در عکس می‌بینیم، هنگام رشوه‌ستانی از فرد متهم با فحشا دستگیر شده است. وضع مثل پیشتر است. هنرمندان فحشا هیچ حقی و یا حمایه ندارند. دائما این خوف وجود دارد که حبس می‌شوند. با آغاز تجاوز روسیه، هنرمندان اوکراینی ساحه فحشا به جمع پول برای کمک به سربازان و قربانی‌های نزاع شروع نموده. تا کنون سامانه اینترنتی آنها بیش از $850,000 کمک رسانده است. هنرمندان فحشا آرزو دارند که کارشان رسما اعتراف شده مثل هر فرد دیگر انداز سپارند. من کاملا طرفدارم، حتی اگر انداز بلند باشد هم. اکثر همکارانم نیز جانب دارند. کارمندان صنعت فحشا از این اقدام پشتیبانی میکنند. بهتر است که در خانه رسما کار کنیم و ضرورت سفر به خارج پیش نآید. پژوهش‌ها از آن شهادت می‌دهند که نظر مردم در مورد آزاد شدن فحشا یکسان نبوده است. در حالی که 47% پرسیده شدگان از اعتراف رسمی فحشا دستگیری می‌کنند، تخمیناً همین مقدار شرکت کنندگان پرسش از مجازات این عمل پشتیبانی کرده‌اند.